امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب صحیح خود که بهترین کتاب در این عالم است بعد کتاب الله تعالی، میگویند در کتاب زکات آن بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الزکاه، در ابتدای هر یک کتاب‌های صحیح بخاری که در داخل این کتاب 97 کتاب را جایگیر کردند، یکی آن کتاب‌ها را با نام کتاب الزکات نامیدند، کتاب زکات، و این کتاب را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کردند، همچون اقتدا به قرآن کریم که الله تعالی تمام سوره های قرآن کریم را غیر سوره توبه با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کرد. و همچنین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی مکتوبی می نوشتند با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می کردند. و این چنین حضرت سلیمان علیه السلام وقتی که به ملکه بلقیس مکتوب نوشتند گفتند که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، این نامه از نام سلیمان است و این نامه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود. واقعا با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کردن کتاب های علم در این پیروی به قرآن و سنت هست و در این خیر و برکه است. به نام الله که یکی از نامهای او رحمان است و یکی از نامهای او رحیم است. رحمان یکی از نامهایی است که مخلوقها را با این نام نامگذاری کردن بسیار غلطی فاحش است. جایز نیست که کسی را رحمان بگوییم، بلکه او عبدالرحمن است، بنده رحمان است. رحمان یکی از بزرگترین نامهای الله سبحانه و تعالی است. بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الزکات. کتاب الزکات یعنی معنایش هذا کتاب الزکات، این کتاب زکات است. بعد اینکه امام بخاری رحمت الله علیه کتاب صحیح خود را با کتاب بدء الوحی شروع کردند، کتاب بدء الوحی، ابتدای صحیح بخاری را با کتاب بدء الوحی شروع کردند، کتاب آغاز وحی،